واس کتاب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الیکسی هستم و امروز اومدم با یک ویدیوی بمب از طرفدار گلمون به نام سجاد تیتی. دمت گرم، مرسی که این ویدیو رو واسه ما آماده کردیم. ویدیو رو من هنوز ندیدم ولی اسمش به نام لاکی تو به لایف هست، یعنی کسایی که تو زندگیشون شانس میارن، حالا قرار واسه یه اتفاق بدی بیفته ولی از این داستان قصر در میرن. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، بدون معطلی بزن بریم ویدیو رو ببینیم. ولی قبلش یادت نره ویدیو رو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید، اینستا منم میاد این بالا فالو کنید. دمتون گرم، بزن بریم. خدا رو شکر توی ایران سقف‌های شیربونی نداریم، همه آسفالت و شمال ایران چرا؟ شمال ایران سقف‌ها شیربونیه چون بارندگی و اینا زیاد هستش. اینا کمک میکنه که آب سریعتر بیاد پایین که نخواد بمونه. ولی خب خیلی باید مواظب باشه دیگه. یه باده و میزنه و میکشه. خونه رو نابود کرد. واقعا هنر میخواد. یعنی شما اگر بخوای که یه درخت رو ببری 1 میل اینور اونور بشه، یه مثبت منفی اشتباه بشه، قشنگ میزنه میترکونه همه چی رو. صد خونه رو ترکون. اینو من بدم میاد. اینو من خیلی بدم میاد. یعنی اصلا کلا یه توهم خیلی بدی دارم موقع رانندگی. همش فکر میکنم که الان یکی از لای ماشینا میپره بیرون، یهو میادش بیرون، من میزنم بوم میترکونم. خیلی بدم میاد از این. اوی 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 اوی، بچه کوچیک، بچه کوچیک، دقیقا همون چیزی که بدم میاد. سجاد چی بگم آخه من به تو؟ همش هم که اینجوریه که بابا من آلرژی دارم اصلا به این داستان. من یه جوری میشم. یه چی بدی. خداییش توهم خیلی بدیه. یهو داره رانندگی میکنه، یه بچه یه دوچرخه، چه میدونم، یه موتور سوار، یهو بیادش وسط خیابون، اصلا ریخته میشه آدم به هم. خیلی من بدم میاد. نمیترسم بدم میاد. الان دوباره لابد یه بچه میپره اینجا بیرون. اینم بده. آقا یه جا ماشین رو پارک میکنی، میخوای ماشین پیاده شی، اون آینه داره. اون آینه رو نگاه کن. اون آینه برای خوشگلی نیستش. اون آینه برای اینه که واقعا شما ببینی که آقا کسی داره میادش یا نه. زارتی در آواز نکن پیاده شو که بزنه بترکوندت. که میزنی میترکونیش، بعد میگه آه ببخشید ببخشید. بابا ببخشید دیگه، تموم شد، ترکید. من خودم به شخصه تا حالا ندیدم که مثلا یه هواپیما حالت اضطراری بخواد بیاد توی اتوبان، ولی تو تلویزیون، تو اخبار اینا زیاد شنیدم. ولی خب اتفاقات واقعا میفته.
سجاد جون، این با دوچرخه خورد زمین، این زندگیش نجات پیدا کرد. آدم خوش شانسی بوده که زنده مونده. منم دوستت دارم. بابا لامصب برو کمک کن وایساده فیلم بگیره. دیدین یه سری اتفاق بیفته همه با موبایل وایسادن دارن فیلم میگیرن. بابا برو کمک کن بی انصاف. این سیله که با برف داره میاد دیگه. حالا همون بهمن بعد اسمشو گذاشت دیگه، ولی خیلی چیز خوفناکیه. شهر بازی خیلی سال پیش پارک ارم بود که متاسفانه اون ترن هواییش یه اتفاق بدی افتادش. آه، گفتم الان این سیمش پاره شد اونوری میکشدش بالا، یعنی جفتشون سوت میشن. گردباد کوچیکا رو دیده بودین؟ وای من زمانی که بچه بودم این گردبادا رو که میدیدم کیف میکردم، میرفتم لاشون وای میزدم. این دیگه چیز کوچولوه دیگه، جیغ و داد نداره که بابا، اینقدر سوسول نباشین. لعنتی یعنی گفتم میزنه ها. اینم لابد الان یه کی از بغل خیابون رد میشه، یا یه موتور رد میشه، یا یه بچه رد میشه. داداش اون نمرده بودم تو کشتیش. خب در آمبولانس رو ببند. چی شد بعد اون دیگه چقدر بد شانسه، یعنی قشنگ روز مرگش بوده اون روز، ولی این هرچی حتما زنده مونده دیگه. عنوان ویدیو اینه. تو کامنت ها واسم بنویسید یارو زنده موند یا مرد. قصر در رفت. دمتون گرم، خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با من بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که ویدیوهای بعدی رو من از دست ندین. اینستاگرام میاد این بالا، حتما فالو کن. دمت گرم، مواظب خودت باش، عاشقتونم. تا ویدیوهای بعدی، ادیوس.